بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آن گونه ای که من دوست دارم، پس مرا آن گونه کن که تو میپسندی و دوست داری، به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. الهی آمین. سلام مردم، سلام هم نفسای نازنین و دوست داشتنی و فریخته و همیشگی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین و ما سعادت همراهی شما رو تا پایان این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدا داشته باشیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم با استاد موسوی مطلق عزیز بحثمون شروع میکنیم پیرامون موضوع مهم عفاف. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار خدمت حاج آقای موسوی مطلق هستیم با موضوع عفاف. سلام علیکم، خیلی خوش سلامت باشی. سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام و خاکساری خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بندگان خوب خدا که همیشه به یاد خدا هستید. انشالله تا آخر عمر هممون به یاد خدا باشید. الهی آمین، الهی آمین. به برکت دعای خیر شما و راهنمودهای شما و مثل شما این اتفاق برای هممون بیفته. عرضم موضوع شما که ما بحثمون رو در واقع این 4مین برنامه ما هستش که پیرامون عفاف میشنویم از حاج آقای موسوی مطلق. برای خود من دریچه‌های جدیدی باز شد در ارتباط با عفاف. مقدار محدودتر فکر میکردم راجع به عفاف، شاید شما هم همینطور، اما خیلی دایره عفاف ظاهرا وسیع‌تر از این حرفا بوده و حالا اونچه که ما از آینه آیات و روایات تا اینجا شنیدیم گویای این مطلب هست. باز هم فکر میکنم بر اساس روایات ما میشنویم. امروز انشالله یکی دو روایت رو خواهیم خوند به اقتضای وقت و هممون از این نورانیت این روایت انشالله بهره‌مند خواهیم شد. این روایتی هم که امشب عرض میکنم از رسول الله المعظم هست، دعاهای حضرت. این خیلی مهم هست که ما گاهی ببینیم خود ائمه چی طلب میکردن از خدا. خب موضوعات مهمه دیگه. کل چیزهایی رو که ائمه مستاقی یه وقت فرمودن خیر دنیا و آخرت، خب کلی است و انتخابش دیگه به خداست که مثلا خیر دنیا و آخرت بنده با هستاری متفاوت است و بینندگان هم متفاوت. خیر ما یک کسی خیرش در فقر، یکی در ثروت. احسن. آره ما که نمیدونیم متناسب با اون ظرفیت وجودی. منتها عبد صالح خدا هر چی خدا براش مقدر بداند او خیرش است. گفت به قول حافظ میگه در طریقت هر چی پیش سالک آید خیر اوست. صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این اعتماد به خدا باید انسان داشته باشه. پیغمبر عظیم الشأن اسلام اینجا مثلا 2 تا از تقاضاهای پیغمبر رو که اتفاقا در سنن ترمذی هم آمده است. ابو عیسی محمد ابن عیسی ترمذی که کتابش 6 جلد هست و 5000 روایت رو نقل کرده از آیان اهل سنت. میگه از جمله چیزهایی که پیغمبر دعا میکرد تحت عنوان اللهم انی اسألک، از خدا مسئلت میکرد، عفاف و الغنا. و جالب اینه در خیلی از دعاهای ما و روایات ما این عفت و بی‌نیازی کنار هم آمده. انگار، من البته حیا میکنم این رو بیان بکنم، انگار میخواد یه چیزی رو متبادر به ذهن ما بکنه که اون عبارت از اینه که گاهی یعنی فقر مثلا باعث بی‌عفتی و اگر عفت عفت به خرج میده معلومه که یک روح غنی داره. ضعف خلاصش این میشه، ضعف باعث بی‌عفتی میشه. قدرت، اینکه انسان احساس قدرت کنه در پناه خدای متعال، باعث عفت میشود. اینقدر جایگاه داره که خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام از جمله دعاهاش این هست. گفت طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. آدم یه جاهایی باید پا روی نفسش بگذاره، بعد می‌بینی پرواز. یکی از اشکالات که وجود داره که اولیاء الهی میگن و مرحوم استاد هم خیلی میفرمودن،
عبارت از این است که ما باید امیر بر نفسمون باشیم، نه اسیر نفس. خیلی به جای اینکه امیر نفسشون باشن، اسیر نفسشون است و این خیلی آفت داره. خدا رحمت کنه مرحوم اسماعیل دولابی رو متعدد ما شنیدیم ازشون، دیگران هم همینطوری. مثلا میگفت که بعضی خیال میکنن خونه خریدن، خونه اونا رو خریدن، ماشین خریدن، ماشین رو، سیگار میکشن، سیگار اونا رو داره میکشن، اون که سر جاشه، خونه سر جاشه، ماشین سر جاشه، اون تویی که داریم. یعنی اسیر نفس بودن. اما اونی که امیر نفسش هست اون میدونه چه کار باید بکنه. ما آمدیم در این دنیا که بر این نفسمون امارت بکنیم، نه اسیرش. نفسی که اژدرهاست و کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. بعد یه عده‌ای که امیر بر نفسشون میشن، در یک لحظه ابواب حکمت بروشون باز میشه. همه بینندگان عزیز و ارجمند یاد خدا، چون اهل خدا هستید و اهل الله رو هم میشناسید، حتما شنیدید حالات عارف ربانی مرحوم شیخ رجب علی خیاط که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علیه شهری رو در اون اواسط دهه 70 اول تندیس اخلاص رو نوشت. بله. بعداً خب شد کیمیای محبت که خیلی کتاب خوبی هم هست. من حتی شنیدم از بعضی عزیزان که در بعضی از کشورها این کتاب در دانشگاهشون تدریس میشد. عجب. آره، مثلا یکیش دانمارک در رشته‌های خاص این کتاب تدریس میشد. خیلی کتاب خوبی است کیمیای محبت. وقتی هم میخواد یه داستانی رو ایشون نقل بکنه، خب قبل و بعدی داره، آیات روایات بعد نقل میکنه، چون گاهی هم داستانهای اولیاء خدا رو همینطوری بدون مقدمه عرض کردن باعث مضحکه دیگران هم میشه. دیدی گاهی هم تقدیم میکنن دیگه، فلان صحبت یک کارشناسی رو، یک سخنرانی رو، این مقدماتی رو طی کرده، بعد حالا یک داستانی رو بیان کرده. مرحوم علامه تهرانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون از یک عزیزی که داستانهای یکی از کتابای ایشون رو در آورده بود بیرون که نمیخوام مستقیم اشاره کنم به حرمت اون عزیز، ایشون ابراز گلایه کرده بود که من این داستان رو که میخواستم نقل بکنم از این ولی خدا، قبلش زمین چینی کردم، آیات روایات، حالا نمک کار هم مثلا یک داستانی از یک از اولیاء خدا آورد. چون وقتی اونو میاری طرف اصلا ذهنش مگه میشه، مگه داریم، اونجا اونو به صورت حیوان دید، اینو مثلا خبر داشت، پس علم غیب خدا چی میشه، و هزار تا اون مقدمات رو مرتفع کردن. قرآن هم همینطوره، فرهنگ و ادبیاتش وقتی میخواد بیان بکنه. حالا کیمیای محبت این ویژگی رو داره. مرحوم شیخ رجب علی خیاط، خب ما توفیق داشتیم، شاید خیلی از بینندگان عزیز و ارجمندم این توفیق رو داشتن، از تالی بعضی از مرتبطین و شاگردان ایشون رو هم زیارت کردیم و این قصه رو اونها نقل میکردن. شیخ رجب علی خیاط یک شیخ که نبوده دیگه، بعد از این تحولش و اینها لقب شیخ برازنده ایشون شد و به عنوان یک مرد با عظمت. یه آدم عادی بوده. در جوانیش ایشون هم اتفاقا نظیر همون داستان حضرت یوسف علیه السلام، نظیر کنی از اون جنس برخورد کرد با در یک خلوتی با نامحرمی. ایشون از اون خلوت گریخت. خوشا به حالی که از این خلوت ها، حال کسانی که از این خلوت ها می گریزند. گریختن از این خلوت ها نتیجهش راهیابی به خلوت خدای متعال است. وقتی کسی از این خلوت گریخت به خلوت با خدای متعال میرسه. ایشون هم گریخت. بعضی ها از این خلوت ها می گریزن، بعضی ها همه دست و پا میزنن که برن توی این خلوت ها. آخه اینا نمیدونن که به قول مولوی میگه گر لذت هر که لذت دانی، لذت نفس دگر تو لذت نخوانی. او یه چیزی میفهمه از این ترک این لذت، چون دنیا همش مجازی است. کسی که فهمی داره و اون طرف رو میبینه براش اینجا خیلی راحت داره، ولی چون چیزی به نام عالم دیگر رو تصور نمیتونه بکنه، طبیعتا گیر میکنه. دقیقاً مثل
جنین میمونه در رحم مادر که فرشتگان میرن او رو تلقین میکنن. آخه این دوره‌ای که فرمودن 9 ماه باید باشه و بعداً با یک مقدماتی فرزند متولد میشه، یکی از اون مقدمات اینه فرشتگانی هستن که اینا میرن با این جنین صحبت میکنن، راضیش میکنن که از اینجا باید بیرون بریم. اون جنین باور نمیکنه، مثلا بهش میگن باید از اینجا بریم، اینجا خیلی بزرگه. میگه یعنی چی خیلی بزرگه؟ مثلا 2 برابر اینجاست. از اون چی باید بگی به چنین؟ نه خیلی، اصلا اونا تصوری نه از اطعمه دارن، نه اشربه دارن، نه باغ، نه بستان، نه تعداد افراد. اونجا بری رفیق داری، پدر داری، اصلا متوجه نیست. و میگه خود نمیشه، پس دیگه وقتش باید ببریم. ما هم توی دنیا همینطوری هستیم. هر چی میگن اون طرف انگار هر چی انبیا مثل هم فرشتگان آمدن، اولیاء، قرآن، میگن بابا اونور. ما خیلی تصوری نداریم. من همیشه بچه‌ای که تو اتاق کودک رو مثال میزنم که دور و برش مثلا با اون لگوه خونه میسازه، همه آمال و آرزوهاشونه، یا مثلا اون ماشینه که بهش نخ می‌بنده حالا موزیا کنترلن. ماها انگار که ابعادمون، مختصاتمون به لحاظ طول و عرضی رشد کرده، ولی حال و هوامون هنوز همونه. وقتی بزرگ میشیم لذت‌های ما اون ماشینه است، اون برنده است، اون خونه هست، بالاست، پایین‌تره، نمیدونم پنت‌هاوس، همش تو این بازی‌ها غرقیم. اصلا به تعبیر شما با اون دنیای باطن، اون دنیا مثلا هیچ ارتباط، هیچ راهی، هیچ توجهی نداریم. بنابراین چه لذتی می‌خوایم از اون بچشیم که حالا بیایم دست و پا نزنیم بریم تو خلوته، بلکه دست و پا بزنیم از اون خلوته بریم جای دیگه. زمینی که اصلا خدا یه لطفی کرده نسبت به عالم قبل از این عالم ما که عالم رحم بوده، اینجا یک تصورات ذهنی رو تونسته برای ما فرموده و ترسیم هم کرده. به قول میر فندرسی میگه صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. بله. یعنی این جناتی که میگن نه واقعا همین درخت و میوه ما باشه، این تقریب ذهن اصلا جنسش جنس دیگری است. اما یک قالب مثالی داره در اینجا که دارن برای ما بیان میکنن. ما باید اعتماد بکنیم به حرف فرشتگان، به حرف انبیا، به حرف اولیا، به قرآن که اون طرف هست. اولیاء خدا این لذت رو ترکش رو فهمیدن. اونا فهمیدن که این دنیا همش مجازی است، بازی است. مگه قرآن نمیگه لهو و لعب هم؟ یک کسی که ایمان پیدا بکنه به این کار، بفهمه این. شیخ رجب علی خیاط خدا در حقش این لطفو کرد. خب دید اونجا نمیشه، خدا گفته نه و سلام دیگه، ترک کرد. در اثر این ترک این مقامات رسید که حالا فرصت باشه عرض میکنیم دیگه. همش از این عفت شروع شد. یه جمله هم به خدا گفت خدایا من این گناه رو ترک میکنم برای تو هم منو سوا کن برای خود. و خدا هم واقعا سوا کرد او رو خودش. رسید به یه جایی که ابواب حکمت از قلبش به لسانش جاری میشد، میدید اون چه که دیگران نمیدیدند. شیخ رجب علی خیاط و شیخ رجب علی خیاط ها مال عهد دقیانوس نیست، همینطوره، معاصر ما بودن، میدیدن اون چشم باطن و بصیرتی که دارن برای ما قابل لمسه، چون باهاشو زندگی کردیم، دیدیم دیگه. این از این افراد کم هم نیستن دیگه. آدم طلبش باشه خدا براش میرسونه. غرضم اینه که اونجا ترک کرد، اون ترک باعث شد که تمام این ابواب به روش باز بشه. به درایی تا ببینی تیاران آدمیت. اما چرا همش دنبال شیخ رجب علی خیاط ها باشیم؟ چرا خودمون نشیم شیخ رجب علی خیاط؟ حافظ باز قشنگ میگه به الهام از روایات: دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. الهی آمین، الهی آمین. دعای حضرت حافظ انشاءالله در حق هممون به اجابت برسه. اگر اجازه بدین یه فاصله بگیریم ها، شما یه استراحت کوتاهی بکنین و برگردیم و بازم استفاده کنیم و حظ ببریم. بفرمایید. خواهش مرتب این تو ذهن من میاد در خلال فرمایشات آقای موسوی مطلق. میدونین همیشه به ما گفتن از تو حرکت از من برکت، تو یه قدم بیا خدا 100
قدم میاد، نمیدونم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، نمیدونم اینها همش درست، ولی اینجا یه جایی که تو به خاطر خدا انواع شهواتت رو کنترل میکنی، یه نقطه میذاری، میستی، مهار نفستو مهار میکنی، خویشتن‌داری میکنی، عفت پیشه میکنی، خیلی برکات داره. به این اندازه که کسی میشه رجب علی خیاط یا فرمودید میشه شهید برنسی یا دیگرانی. میدونی چی میگم؟ یعنی انگار این پاداشه که داده میشه خیلی در قیاس با اون کاری که ما انجام میدیم خیلی پاداش زیادیه. به هر حال اونی که مسلم است، ما داریم در این روایات میبینیم که عفت یه جایگاه خاصی داره و یک آثار و برکاتی هم. منتها اونهایی که چشیدن لذتش رو خوب آره. مگه نفرمون موتو قبل ان تموتو. میگو بعضی علی ندیده دم از علی میزنند. حالا این قصه هم همینطوریست. آدم باید عفت رو حس بکنه، بعد ببینی که اولیاء خدا چجوری هستن. این بدی دنیا رو حالا آدم گاهی در رسانه معذوریت هایی داره برای ما. یکی از اشکالاتمون میدونی چیه؟ یکیش اینه که ما گناه شناس نیستیم. اول باید انسان گناه شناس بشه، این گناه چی هست، شناخت ظاهری، بعد در عمقش به بدیش ببینیم. مثل این که مثلا خوردن نجاسات کسی اصلا بهش فکر نمیکنه. چرا؟ چون میدونه بده. اگر ما بفهمیم گناه تعفن داره، نجاسته. چطور میگن در بعضی از حالات اولیاء خدا، من جمله سید رضی و سید مرتضی در حالاتشون نقل شده که اینا فکر گناه هم نمیکردن. خب بعضی خیلی میکنن که خیلی مقام بلندی است. بله مقام بلندی است، اما این چیزی نیست که انسان نرسه. کسی که فاجعه گناه رو بدانه، عمق گناه رو، بدیش و نجاستش رو فکرش هم نمیکنه. مثل اینکه با خیلی از کارهای بد رو اصلا نمیتونی بهش فکر کنی، نسبت به اون کار ما معصومه. مثلا یه جایی خیلی کثیف و نجس و آلوده‌ای که حالا آدم به زبانش به قول شما تو اصلا نمیشه گفت الان تو ذهنت بیار، شما میگم برو اونجا، اصلا به ذهنت میرسه که مثلا بری برای تفریح اونجا بری، برای تفریح بری تو اون فضا بری اونجا غذا بخوری، نمیری، اصلا به ذهنت خطور نمیاد. چرا؟ چون واقعا تو شناخت و معرفت به این داری که اونجا یه همچین جایی بابا لوله کشی خونه، همون لوله که تو حمام است، خدا پدرت دستشویی یه لوله است، آب طرف دلش نمیاد لیوان رو از توی آب خدا پدرت خوشبویی مثلا بیاره. آره. چون یه چیز دیگه به قول شما میشناسی، واقفی بهش، اشراف داری به این موضوع. ما اکثر مشکلاتمون از همین عدم شناخت و جهل دیگه که نسبت به تبعات اون گناه و فساد نداریم و به خاطر همین بهش به جای اینکه ازش فراری باشیم، مثل همین جایی که الان مثال زدیم، مشتاقیم بهش. بعد همینطور است. یعنی گناه شناس انسان وقتی بشه فاصله میگیره. حالا عفت رو هم همینه، این که ما میبینیم اولیاء خدا اینقدر حساس هستن، بعدم با عشق انجام میدن. بله. همون واجباتی که گفتیم دیگه، عشق داره، لذت داره. یعنی خدای تو چی دیدی در ما که این رو بر من واجب کردی؟ یعنی من اینقدر توانایی دارم، خدا اینقدر منو قبول داره، میاد به من میگه این کارو بکن، این کارو نکن. چقدر این لذت بخشه. یعنی خدا ما رو رها نکرده. امر کمایی که مثلا احکامی که برای انبیا صادر میفرمایند خیلی سخت‌تر از ماست. یکی حتی در احکام فقهی هم بعضی احکام جز اختصاصات پیغمبر، نماز شب بر پیغمبر واجب، چون پیغمبر مقربه، اول شخص عالمه. بله. میگه تو واجب، حالا پیغمبر بگه ما واجبه، لذت به امتیاز کرد، با این واجب شدن از بقیه خلق جداش کرد. بعد میگه خب حالا شما میخواید شما بخورید و مقام محمود برسید دیگه. این راه رو، شیره را باید بخوریم بعد بگیم شیرین است. میارزه که انسان از یک گناه دست برداره. این که کسی خیال بکنه دفعتاً خودش میتواند خوب بشود، این از القاءات نفس و شیطان است. این که آدم احساس بکنه دفعتاً میتونه خوب بشه از القاءات شیطان خودش. این که خدای متعال اراده میکنه، بعد ما هم خیال میکنیم که یهویی پیش آمد، یه مقدماتی بود، یه کارایی رو ذخیره کرده
اونجا الان به کارش رسید، به کمالش رسید. یعنی مثلا الان نگاه کنید مرحوم آیت الله نجابت شیرازی از شاگردان مبرز آیت الله عضو صالح‌های قاضی، ایشون مثلا در احوالاتی که از اولیاء خدا می‌نویسه این ولی خدا که شد جزء اولیاء الهی، این اولش لات بود، خیلی هم حواسش بود به لباس و اینهاش، خیلی شیک پوش و برندپوش و عطر مخصوص و اینها داشته. یه وقت از جای رد میشد دید که یک کسی به اصطلاح یک کتابچه دعا قرآنی دستش بود، افتاد توی نجاست. این اونجا یه لحظه غافل شد، با همون لباس و همه اینا رفت و برد بیرون و شست و یه عطر مخصوصی هم داشت و زد و همه اینا. اونجا ازش دستگیر یه کاری کرده. مثلا یهویی که ما اسمش رو میگذاریم یهویی، اما ما الان به قول آقایون عرفا میگن مجذوب سالک، سالک مجذوب. بله. ما مجذوب سالک رو نمیدونیم، خدا هر وقت اراده بفرماد یهو با یک جرقه‌ای آره گفت قلام اون کلماتم که آتش افروزد. حافظ میگه گاهی ممکنه که یک کسی با یه حرفی از اولیاء الله با یه آیه قرآن دگرگون میشه. فضیل عیاض مگه نبود؟ الان یه علم به ان الله یرا. خب ما همین الان آیه رو خوندیم، همه بینندگان عزیز ارجمند آیه رو شنیدن. الان چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اونو ما کار نداریم. اما سالک مجذوب که ما اول باید راه بیفتیم، امرا یه جذبه بیاد. اینی که ما به این امید بمونیم بگیم که خب من دیگه باید الان خوب بشم. 1000 بار تو زندگی هممون هست. مگه تو بچگیامون نبود ما برنامه میدادن گاهی میذاریم در یخچال از مدرسه که مثلا ساعت 7 تا 7:30 صبحانه 8 فلان 9 فلان هیچ وقت عملی نشد. اما او الگو داره معین میکنه او جای خودش. ما گاهی با خوندن یک کتاب میگیم تموم شد، ما آدم خوبی شد. با استماع یه سخنرانی میگیم تموم شد دیگه. با دیدن یه آدم موفق خیلی خوب، دفعتی نمیشه. پس باید چه کار کرد؟ راه آن است که رهروان رفتن. ما باید سبک سنگین بکنیم و همین روش ساده. قرآن هم میگه بل الانسان علی نفسه بصیر. بنده الان نسبت به نفس شما بصیر نیستم، به نفس بینندگان عزیز و ارجمند بصیر نیستم، به نفس خودم که بصیر هستم، میدونم دیگه. مگر کسی از دایره انسانیت خارج بشود که اولئک که الان بلهم ازل بشه اویش. اما آیه میگه بل الانسان، بل المؤمن نیست، بل المسلم نیست، بل الانبیا نیست، بل الانسان علی نفسه بصیره. آگاه آدم دیس بکنه. من الان این اشکال رو دارم، یکی اشکال آدم میدونه چی زمینش زده، اون رو شروع کنه به اصلاح، قطعا بقیه موارد هم برکاتش میاد. ببخشید. و فرمودن لیس للانسان الا اینجا هم انسانه. باز آقا خیلی حظ بردین. سلامت. این مسیر رو انشالله ادامه میدیم به شرط توفیق حیات. هفته آتی اوامر ندارین؟ سلامت باشید. زنده باشید. خیلی ممنونم. تشکر فراوان از بابت همراهیتون. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.